با یه ویدیوی دیگه اومدم براتون انواع مراحل اقامت در کشور قبرس شمالی رو معرفی کنم. در کل 2 نوع اقامت توی قبرس شمالی داریم، دائم و موقت، که هر کدوم شرایط خاص خودشونو دارن. برای اقامت موقت حتما نیاز به دعوتنامه از سمت شرکت و یا ووچر هتل داریم. البته این نوع اقامت زمان محدود و مشخصی رو داره. بیایم با هم بررسی کنیم اقامت دائم رو. اقامت از طریق ویزای کار. در این نوع اقامت شما کارفرمایی دارید که با توجه به مهارت‌های شما و نیاز شخص به شما درخواست ویزای شما رو به پلیس مهاجرت اعلام میکنه. مدارکی که نیاز دارین شامل پاسپورت، فرم درخواست ویزای کار، بیمه درمانی، گواهی عدم سوء پیشینه ترجمه شده به انگلیسی یا ترکی، قرارداد اجاره خونه، نامه مختار، برگه تمکن مالی از سوی بانک. ادامه این مطلب رو در ویدیوی بعدی می‌بینید.